سلام خدمت دوستان عزیز و مخاطبین عزیز. قبل از همه چیز از دوستانی که به وطن و ایران و خاک و فرهنگ ارگ دارن خواهش میکنم با حمایت من کاری کنن تا این کانال به دست بیشتر مردم رسیده باشه، تا فرهنگ غنی ایرانی تو دنیا دیده بشه و دلگرمی برای من نیز شده باشه. ممنون. پس خواهشاً کانال ما رو دنبال کنید. ممنون میشم. اسم من وحید هستش که بیشتر مشتریان تو تبریز به من مستر زوزبوز نیز میگن. من در حال پخت و پز غذای سنتی آذربایجان و تبریز به نام زوزبوز هستم که تو خیابون کنار پیاده رو روی گاری خوشگلی که خودم دارم مشغول کار هستم. غذایی که شاید بیشتر مردم تبریز و آذربایجان اونو امتحان کردن، علل خصوص دوستان و بزرگانی که پا به سن گذاشته و عمری گذرونده هستند و بیشتر مردم با این غذا خاطره ها دارن. من بیشتر از 20 سال کارم آشپزی و رستوران و کافی شاپ و از این کارا بوده و حالا روزگار ما رو هل داده تو کار زوزبوزپزی و خدمت بیشتر به مردم. راستی طرز پخت و طبع غذای سنتی زوزبوز من یکم با بقیه فرق داره، اونم واسه اینه که جوانای بیشتری رو جذب این غذای خوشمزه و لذیذ دیارم بکنم تا این غذا رو تو خاطره و یادگار تو ذهن بیشتر جوانا گذاشته باشم. این شرح مختصری است از بنده حقیر وحید یا به قول دوستان مستر زوزبوز تبریز. فعلا با هم باشیم.